تا قبل از این ویدیو سعادت آشنایی با این حیوونا رو نداشتی. شماره 1 تایتان، بزرگمار تاریخ سیاره‌مون. تصور کن لب یه رودخونه وایسادی و یه مار به بلندی یه ساختمون 5 طبقه از آب بیرون میاد. از این جثه‌ای که حدود 15 متر طولشه، از عرض یه مرد بالغ هم کلفتر و وزنش هم بیش از 1 تنه. حدی هم قدرتمند و خارق‌العاده بود که وقتی خودش رو دور تومه‌هاش یعنی تمساح‌های گندبک داخل رودخونه میپیچید، استخوناشون رو کامل و بعد یه جا میبلیدشون. بعدی مگالودونه، پوسته‌ای که طولش فقط 18 متر، تقریبا به اندازه 2 تا اتوبوس. آرواره‌هاش هم به قدری بزرگ بودن که میتونست 405 پلات قزوین رو یه جا قورت بده. بماند که هر دندونش هم اندازه دستی یه آدم بزرگساله، غذاش هم ماهی نبود، نهنگ بود. میلیون‌ها سالم توی اقیانوس فرمانروایی کرد تا اینکه یه حریف سرسخت واسش پیدا شد، یعنی لویاتان ملویلی، وال قاتل غول‌پیکر که دقیقاً در همجواری مگالودون در اقیانوس میزیست. موجودی که دهنش پر از دندان بود، بیش از 35 سانت سایز واسه هر کدوم، اندازه یه نوزاد تازه متولد شده. به خاطر هم رکورد بزرگترین دندون‌های گازگیر توی کل تاریخو داشت و قسمت عجیبش اینجاست که غذایی که می‌خورد دقیقاً همون نهنگی بود که کوسه مگادون شکار می‌کرد و سنتی شناسا در اینکه این دو غول با هم دیگه سرش دعواشون می‌شده تفاهم داشتن، ولی اینکه کدومشون می‌برده رو هیچ کس نفهمید.